به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. یزدانی هستم از چنل یزدانی دات آکادمی. در خدمتتون هستم با بخش دوم از آموزش کتاب دانشمندی پایه پودمان اول برای بچهای پایه دهم کامپیوتر. ببینید بچه‌ها، هر رایانه‌ای که قبلا هم رایانه رو براتون توضیح دادم، حتما ویدئوی قبلی رو ببینید. من اینجا اومدم توضیح دادم براتون که وقتی صحبت از رایانه می‌کنیم دقیقاً یه همچین تصویری باید تداعی بشه تو ذهنتون که هر رایانه ورودی داره، ورودی میگیره، دیتا میگیره، پردازش میکنه و در نهایت اینفورمیشن به ما میده. اینکه چه جوری پردازش میکنه، ورودی رو از چه طریقی میگیره و خروجی رو چه جوری ما نمایش میده، اینا مواردیه که حالا در ادامه پودمان خدمتتون توضیح میدم. تمام رایانه ها، بهتره بگم اصلا هر ماشینی رو که شما تصور کنید تو ذهنتون، یک سخت افزار داره و یک نرم افزار. سخت افزار تمام اون قطعاتی ان که درش به کار رفتن. قطعات میتونه الکترونیکی و الکترومکانیکی باشه، میتونه با برق کار کنه یا بدون برق کار کنه، ولی در حالت کلی بخوام توضیح بدم، همه اون قطعات فیزیکی قابل لمس اون میشه سخت افزار. نرم افزار چیه بچه‌ها؟ این سخت افزارا که به خودی خود قرار نیست توی رایانه کار بکنن. سخت افزار رو یک مجموعه برنامه‌های مدیریتش می‌کنه. اون مجموعه برنامه‌ها میگن نرم افزار. حالا ما این مدلی داریم. توی توضیح مدل قبلی که خدمتتون گفتم بچه‌ها این مدل کامل‌تر میشه. به خاطر اینه الان اومده دو تا بخش اضافه کرده بهش. اولا معماری تمام سیستم‌های امروزی که شما دارید می‌بینید، همه رایانه‌ها بر پایه معماری آقای جان فون نویمنه که یه دانشمند ریاضیدان فیزیکدان خیلی معروفه، چند دهه پیشه که یک مدلی رو طراحی میکنه که هنوز از اون مدل دارن استفاده میکنن توی رایانه‌ها و حالا سیستم‌های کامپیوتری. میگه هر رایانه‌ای 4 بخش اصلی داره. اگر از نظر سخت افزاری بخوام به قضیه نگاه بکنیم، یک پردازشگر مرکزیشه، دو ورودیشه، سه خروجیشه و در نهایت حافظه داره. یعنی اگر قراره من یک رایانه رو تقسیم بکنم به 4 بخش اصلی، 4 بخش اصلیش اینا. اولین بخشی که قراره خدمتتون توضیح بدم پردازشگر مرکزیشه. اصطلاحاً واحد پردازشگر مرکزی توی سیستممون چیه؟ اسمش تو رایانه‌مون سی پی یو. قطعاً سی پی یو رو دیدید. اگر هم ندیدید، حالا من تصاویرش رو اینجا براتون قرار دادم. ببینید بچه‌ها، این سی پی یو یکی از این سی پی یو ها، سی پی یو شرکت اینتل، یکی شرکت ای ام دی. بیشتر بهش می‌پردازیم توی دروس تخصص کامپیوترتون. بچه‌ها تمام پردازش‌هایی که توی کامپیوتر انجام میشه بر عهده سی پی یو. مثل مغز ما، پردازش تو بدن ما بر عهده کیه؟ بر عهده مغز. خب حالا این اطلاعاتی که قراره پردازش بکنه از کجا میاد؟ از اینپوت دیوایس یا اینپوت یونیت میاد. آی او یا آی دی، یعنی واحدهای ورودی. داده‌های خام رو میدن به سی پی یو پردازش میکنه و اون رو میده به خروجی. حالا این بین یه ارتباطی هم بین سی پی یو و مموری هست. داره میگه که هر یک از دستگاه زیر یک نوع رایانه هستن. به کمک همگروهیاتون کامل کنید که من اینو براتون انجام دادم. ساعت مچی هوشمند، کاربردش بچه برای سلامتی، برای ورزش، برای ارتباطات، میتونید تماس بگیرید، میتونید عکاسی کنید و حالا ساعت‌ها روز به روز دارن حرفه‌ای‌تر میشن. تلفن همراه هم که الا ماشاءالله دیگه، هر چی تکنولوژی بگید توی گوشیتون هستش. تماس میتونید بگیرید، به اینترنت دست پیدا کنید، بازی کنید، مسیریابی کنید و حالا کارهای دیگه. عینک گوگل باهاش میشه جستجو در وب انجام داد، هم عکس و ایمیل و ویدیو نگاه کرد، هم ویدیو ضبط کرد. خب ببینید خود سی پی یو که خدمتتون توضیح دادم 3 بخش اصلی داره. یک ALU، واحد محاسبه و منطق، مخففش میشه Arithmetic and Logic Unit که حالا چون کتابتون اشاره نکرده منم فقط شفاهن گفتم خدمتتون. خود سی پی یو فقط توی این بخش، توی ALU پردازش انجام میده. یعنی تجزیه تحلیل بر عهده این ALU. تجزیه تحلیل مثل چی؟ کارهایی مثل جمع و تفریق و تمام محاسبات منطقی و مقایسه‌ای توی ALU. واحد کنترل چیکار میکنه؟ بخشی از سی پی یو روی عملکرد بقیه بخش‌های سیستم نظارت داره. ثبات چیه؟ ثبات یا رجیستر های حافظه است، حافظه موقت خیلی کوچیک که واحد محاسبه و منطق باهاش در ارتباط. حالا خود سی پی یو با چی ارتباط داره؟ با رم ارتباط داره بچه‌ها، که در ادامه رم هم توضیح میدم خدمتتون. اینجا هم گفته یکی از شاخص‌های تعیین سرعت رایانه سرعت سی پی یو. میشه گفت رایانه‌هایی که سی پی یو قوی‌تری دارن رایانه‌های قوی‌تری هستند. یعنی اینقدر سی پی یو نقش داره توی سرعت یک سیستم. حالا میگه که این معماری که گفتم آقای جان فون نویمن ارائه داده، اون موقعی که ارائه داده خب سی پی یو تک هسته‌ای بودن دیگه. الان سی پی یو چند هسته‌ای شدن و داره رو همون معماری ایشون تکنولوژی پیشرفت میکنه. الان خب شما سی پی یو کورای 5 کورای 9 دارید، کورای 7 دارید، چند هسته‌ای ان تو نسل‌های مختلف و هر کدوم از اون هسته‌هاشون به صورت مجزا دارن کار انجام میدن. دانا قصر گزارش صوتی از طریق ضبط کنه و استادش بفرسته. با چه دستگاه‌هایی میتونه این کارو انجام بده؟ دستگاه‌های ورودی دستگاه‌هایی هستن که داده ها رو به سیستم منتقل میکنن. حالا داده ها رو از کی میگیرن؟ از پای کاربر میگیرن، میدن به رایانه که در واقع قراره پردازش بشه و حالا یک سری عملیات روش انجام بشه، بره به خروجی. این دستگاه ها رو ببینید، یکیش میکروفونه. خب میکروفون با چی کار داره؟ با صدا کار داره. این اسکنر بچه‌ها، اسکنر با چی کار داره؟ با تصویر، موس، سیگنال و کیبورد با متن کار داره. رایانه قراره دریافت داده ها از
دستگاه ورودی استفاده میکنه. دستگاه‌ها میتونن صوت یا صدا، متن، تصویر رو به کامپیوتر یا به رایانه منتقل کنن. دستگاه خروجی چیکار میکنن؟ خب پردازشی که توسط سی پی یو انجام شده به یک واحد خروجی میاد، مثلا به واحد خروجی مانیتور، مثلا به چاپگر. بچه کیبورد و موس جاش اینجا نیست، اشتباها اینجا قرار داده شده. کیبورد و موس ورودیه. این پس شد چاپگر. چاپگر نتیجه پردازش کامپیوتره. من میام اطلاعات رو روی کاغذ می‌ریزم، اینجام که اطلاعات رو روی تصویر می‌بینم. حالا این فعالیت کلاسیه. میگه چه دستگاهی توضیح دادم خدمتتون، چه تفاوتی خروجی چاپگر و خروجی صفحه نمایش داره. خب خروجی صفحه نمایش من می‌بینم، خروجی چاپگر کاغذه. حالا سافت کپی و هارد کپی چیه؟ من توضیحش اینجا براتون نوشتم. بچه‌ها سافت یعنی نسخه نرم. هر فایل دیجیتالی که شما تو کامپیوتر، تلفن همراه یا بقیه دستگاه دیجیتال که دارید، تبلت، لپتاپ، هر چیه می‌بینید، اینا میشه سافت کپی. اون نسخه چاپی که به صورت فیزیکی به دست شما میرسه میشه هارد کپی. چه دستگاه ورود و خروجی دیگه میشناسید که آورد اونها چیه؟ در ادامه توضیح خواهم داد اینا رو. دستگاهی میشناسید هم ورودی باشه و هم خروجی. بچه‌ها دیسک گردان، شما اگه یه دیویدی رایتر داشته باشید، دیویدی رو داخلش قرار میدید، وارد کامپیوتر میشه. این میشه اینپوت و در نهایت روش رایت می‌کنیم. اون میشه چی؟ اوتپوت، خروجی و ورودی و خروجی. فلش مموری هم همینه. از فلش میتونید به سیستمتون منتقل کنید، میتونید از سیستم به فلش منتقل بکنید. به خاطر همین این دو دستگاهی که براتون توضیح دادم هم ورودی و هم خروجی. حالا اینجا اومده گفته رسام، وبکم، هدست، اسکنر، اینا چی ان؟ بچا اولا رسام خروجیه. چی هست؟ رسام یه نوع دستگاه پلاتره. پلاتر دستگاه چاپ بزرگن. رو این کلیک بکنم اینا رسامه یا اصطلاحاً پلاتر. این چاپ انجام میده، پرینتر هم چاپ میکنه، ولی پرینتر در این ابعاد چاپ نمیکنه دیگه. مثلا شما بنر رو با پرینتر چاپ نمیکنید، بنر رو با پلاتر چاپ میکنید. بعدی چیه؟ وبکمه. وبکم ورودی یا خروجی؟ ورودی دیگه. به کامپیوترتون یا به لپتاپتون وصل میشه. خب لپتاپ‌ها خودشون وبکم دارن. مثلا برای کامپیوتر میگیرید وصلش میکنید و میتونید باهاش توی کلاس‌های آنلاین یا تماس‌های ویدئویی شرکت بکنید. هدست خروجی مثل اسپیکر. هدست در گوشتون میذارید. به توضیحش هم اینجا براتون نوشتم. اسکنر چی؟ اسکنر ورودیه. یک کاغذ رو داخل اسکنر قرار میدی و اسکنر نسخه دیجیتالش اون رو بهتون میده. یه مورد دیگه لطفا شما بنویسید و برای من کامنت کنید. میرسیم به پورت. بچه‌ها شما یه موس دارید، مثلا سیمیه. این موس رو اگر بخوایم به سیستمم، به کیسم، به لپتاپم وصلش بکنم، با چی وصل میکنم؟ با کابل. کابل به چی وصل میشه؟ به پورت وصل میشه. یا یه مثال دیگه، شما مانیتور دارید، مانیتور رو میخواید وصل کنید به رایانه. این کابل باید به کجا بخوره که سیستمتون بشناسهش؟ به پورت. پس پورت ها راههای ارتباطی سیستم من با دنیای خارجن. حالا یه عکس اینجا گذاشته، عکس بسیار بی کیفیت طبق معمول کتاب. من یه عکس با کیفیت براتون اینجا قرار دادم. چیه بچا؟ این دوتا پورتی که اینجا میبینید PS2 بنفشه برای کیبورد بود، الانم هست البته روی سری از کیس ها. PS2 بنفش برای کیبورد بود، PS2 سبزم برای موس بود. USB دارم که خب اینجا تو تصویر هست و شما میشناسید کاملا USB رو، میتونید باهاش دستگاه‌های مختلفو به سیستمتون معرفی کنید. SPDIF یک پورت انتقال صداه که خب یه سری از دستگاه‌ها دارن، مثلا سری ویدیو پروژکتورها برای انتقال صدا به صورت دیجیتال از این پورت میتونیم استفاده بکنیم. پورت بعدی RS232 سریال. بچه‌ها اینم برای اتصال دو دستگاه به کامپیوتر، مثلا یه دستگاه دیگه به کامپیوتر، مثلا مودم، به صورت سریال. سریال یعنی بیت به بیت. USB TV پورت انتقال مثل USB 2 که سرعتش از USB 2 خیلی بیشتره. RJ45 نت بچه‌ها این پورت شبکه است. به چه کاری میاد؟ مثلا شما کابل لنو وصل کنید به مودم، یک سرش هم وصل می‌کنید به این پورت که کامپیوتر بتونه با مودمتون ارتباط. پورت های ایساتا برای ارتباط دستگاه های ذخیره سازیه. مثلا شما یک هارد اکسترنال گرفتید، پورتش ایساتا که سرعتش از USB 2 بیشتره. HDMI برای انتقال تصویر و صدا همزمان کار میره. VGA پورت انتقال تصویر قدیمی شده دیگه، منسوخ شده. پورت بعدی پورت S-Video. پورت S-Video هم یک پورت انتقال تصویر بود که دیگه الان استفاده نمیشه. این هم دیگه منسوخ شده. اینا تفاوتش چی باشه؟ تفاوت تمام اینا رو در درس نصب و راه اندازی براتون توضیح دادم به صورت خیلی کامل. و در نهایت DVI که DVI هم یک پورت انتقال تصویره، از VGA و S-Video قوی‌تره ولی از HDMI بسیار ضعیف‌تره. حالا ما پورت های صدا رو داریم اینجا که برای میکروفونه، برای پخشه و در نهایت پورت HDMI هم برای چاپگر استفاده میشد. اینجا ما یک تصویر ویدیو پروژکتور داریم که سری پورت داره. این پورت ها رو اکثرش رو توضیح دادم بالا خدمتتون. مثلا اینجا کابل لنه، پورت لن همون پورت RJ45 که بالا خدمتتون توضیح دادم. HDMI پورت داره، اینجا VGA داره، عرضم به حضورتون. اینجا ورودی خروجی صدا رو داریم ما. اینجا هم کابل برق میخوره و بعضیش هم دکمه خاموش روشن هم داره که این توضیحاتی که اینجا هستش بالا خدمتتون دادم. دانگل چیه؟ بچا بارها شده موس خریدید، مثلا بیسیم. این موس بیسیمتون یه قطعه خیلی کوچیک داشته، این قطعه رو من عکس اینجا براتون گذاشتم.
این دانگل اطلاعات موس رو یا مثلا اطلاعات اون کیبورد یا اون قطعه رو داخل خودش داره که وقتی وصل می‌کنید به USB این دوتا همدیگه رو میشناسن. سیستمتون دانگل رو میشناسه، دانگل هم اطلاعات این موس رو داره. این دوتا به هم متصل میشن و اگر دقت کنید اگر دانگل موستون رو گم کنید دیگه نمیتونید از اون موس استفاده کنید چون اطلاعات سخت افزاری داخل دانگله. حالا دانگل مدل‌های مختلف داره، کاربردهای متفاوت داره. مثلا ما دانگل HDMI داریم. این دانگل HDMI. بچه‌ها من این دانگل رو میزنم مثلا به پشت تلویزیونمون با وای فای به صورت بی سی میتونم الان به تلویزیون متصل بشم. اگه من گوشیمو الان روشن بکنم میبینم که این دانگل رو شناسایی کرده و میتونم بهش وصل شم و گوشیمو میذارم روی تلویزیون. قفل سخت افزاری که حالا این تصویرشه ببینید دقیقاً مثل فلش. فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما با کمک این قفل سخت افزاری میتونید از یه سری از نرم افزارها یا ویندوزتون محافظت کنید. اگر این قفل سخت افزاری به دستگاهتون متصل نباشه شما دیگه از ویندوزتون یا از اون نرم افزار نمیتونید استفاده بکنید. دانگل مودم تصویرش رو ببینید بچه‌ها. دانگل مودم بارها ممکنه دیده باشید که بهتون اینترنت میده. شما اینو وصل می‌کنی به سیستمت، یه سیم کارت داخلش می‌ذاری و حالا اینترنت رو شیر می‌کنه به صورت بی سیم و بقیه دستگاه‌ها میتونن ازش از این اینترنت استفاده کنن. اینجا هم توضیحش براتون نوشتم. ببینید چه که دانا و کوشا پس از اینکه سیستمشون رو اندازی کردن متوجه شدن که موس کیبوردشون کار میکنه ولی از چاپگر نمیتونن استفاده کنن. چرا؟ خب ما یه اصطلاحی داریم تو علم کامپیوتر به نام پلاگ اند پلی. ببین دستگاه‌هایی مثل موس و کیبورد رو وقتی وصل میکنید به یو اس بی اصلا نیاز نیست چیزی رو نصب بکنید برای اینکه کار بکنه. سیستم سریع شناسایی میکنه. منتها دستگاهی مثل چاپگر بعد از اینکه متصل شد به سیستمتون باید حتما یک چیزی به عنوان درایور نصب بشه تا سیستمتون بتونه اون چاپگر رو بخونه. بچه درایور یک راه اندازه اصطلاحاً یک پرونده است. اگر نصبش بکنید میتونه سیستمتون این قطعه رو بشناسه. حالا یه اصطلاح دیگه هم داریم به نام هات پلاگین. میگه یه سری از این دستگاه هستن مثل فلش وقتی وصلش میکنید دیگه نیاز نیست ریست کنی سیستمو. آیا قطعه‌ای هست که نیاز به ریست داشته باشه؟ بله بچه‌ها. یک سری از مودم ها و مثلا یه سری قطعات مثل کارت صدای داخلی اینترنال وقتی وصلش میکنی به سیستم حتما باید سیستمو ریست بکنید تا سیستم شناسایی بشه. تو فعالیت هم اینجا داریم میگه کدوم یکی از این قطعات سخت افزاری به کمک ما میان در این کارها. آقا وقتی بخوام فیلم ببینم از مانیتور و اسپیکر باید استفاده کنم. من میخوام ببینم من میخوام بشنوم دیگه. میخوام صدا ضبط کنم میکروفون نقاشی بکشم یا موس یا پن میخوام پخش کنم صدا رو اسپیکر قبض میخوام چاپ کنم پرینتر میخوام نامه بنویسم کیبورد و اینو شما من بگید لطفاً اگر بخوایم عکس خودمون رو برای شرکت توی مسابقه ارسال بکنیم از چه سخت افزاری باید استفاده بکنیم. بچه‌ها این عکس رو ببینید. این عکس رو که می‌بینید چی به ذهنتون میاد؟ بله سری ذهنتون میره سمت آرامگاه حافظ. چرا این اتفاق میفته؟ چون من یه حافظه‌ای دارم دیگه. ذهنم یک حافظه‌ای داره که ازش کمک می‌گیرین. اون حافظه است که اجازه ثبت و نگهداری رو بهم میده. دقیقاً توی کامپیوترم همینجوره. اگر شما بخواید رجوع بکنید به یک فیلم قدیمی از کجا میرید این فیلمو برمی‌دارید؟ از داخل حافظه. خب برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه فکر می‌کنم تا همینجا کافیه. فایل حافظه رو به صورت کامل تو جلسه آینده خدمتتون توضیح خواهم داد. ممنون از همراهیتون. اگر سوال، پیشنهاد، انتقادی دارید داخل کامنت‌های پیام رسان در خدمتتون هستم. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. متشکرم.